سلام علیکم دوستان عزیز. یه فارشول آریانا. نام من محمد سبحان است. من امروز امرای دوست عزیز و شاگرد خود عزیر جان یک درس دارم. امرای ما باشین. بریم بخیر؟ انشاءالله. مثل امتحان واره میریم بخیر و در دست راست خدا بگی بدر. ما از توف بر آمدیم، از توف منشنگلادبach Ueding bitte nach links و یک راه امتحان ما میرم که ما یک پروفونگسیمولاسیون میکنیم. میره پروفونگسیمولاسیون میگن، یعنی مثل امتحان واره. یک راه را میریم و یک راهی که در امتحانم یک دفعه رفته شده. bitte nach links. Du musst die Spiegel auch gucken, bitte nicht vergessen. Innenspiegel, Außenspiegel. عزیر جان خودش چی داره؟ در موتردوانی بسیار تجربه داره، موتردوانی را خوب یاد داره، اما ما بازم یگان چیز باید یاد بگیریم که طبق قانون آلمان باید ما رانندگی کنیم. اما تو یگان ذره قسمی که همی کسایی که امتحان میگیرن، همیایی که میخواین ببینن، اونم رقم ما دیگه تمرین میکنیم که بخیر عزیر جان کامیاب شوه بخیر خوبی. و عزیر جان خودت راجع به خود یگان چیز میگی؟ نه؟ ما بگویم برات اعلانات تیر کنم؟ اعلانات تیر کنم؟ راجع به عزیر جان بگویم که عزیر جان چی است؟ پروفی کمفر MMA و در مسابقه هم شامل میشه. شامل شده بعض فایت ها کرده، فایت MMA و bitte erste raus. Guck mal, er hat gesagt zweite, ne? Kann Jurid anti تخرج هون ولكن خرجت هون anti. مرتين نه ليس عادي. zweite. برازو گفت که در دوم برای ایده اول در آمد. دفعه دوم باز آمد گفت zweite Ausfahrt باز در میجا بر آمد. پروفر باز اعصابش یک ذره خراب شد، گفت که چیزی که ما برات بگویم تو که نکنی، در راهی که ما بخوایم بری تو رفتن نتونی، خیلی چطور ازت امتحان بگیرم. خب مشکلش در آلمانی هست. مشکلش در آلمانی. گپ ما ماند. و عزیر جان نام چی تیک تاک تو در نام چی تیک تاک اینستاگرام و تیک تاک چی است؟ عزیر -404. عزیر unterstrich؟ Ja. unterstrich 404 پیدا کنین عزیر جان که یام هموطن ما، وطندار ما، یک میتونیم ما به اصطلاح افتخار کنیم به وطندارای خود که در یک جای رساندن خدا. و یام MMA کمفر است. شاگردم داره، شاگردم داشته. بسیاری کسایی که حالا تکرستن و اوشته بگی بیادر اوشته بگی ایجا سیس نکست bitte nach rechts. اشاره تا بزن. آفرین. وقت زدی اشاره تا. باید خودت که گفتم نکس nach links Innenspiegel Außenspiegel آیسته که کمکه سکی جا مثلث برعکس است. شفتی هون مثلث با انتی ما تلت الیسار، انتی لازم تلا الیسار. نگاه کردی؟ ادامه بده. اینی را پروفر بسیار فکر خودم میگیره که مادم ایجا سعی کنه از خاطر که دگرها اولویت داره. ای خواهر ما ایجا آمد ایت سعی نکرد. rechts vor links.
چی بود غلطیت؟ rechts vor links. rechts vor links. Ja. Aber ich habe nach... چرا rechts vor links هستی جان؟ این سوالا برای من جواب بده. خطأ بسيط شو يعني؟ لا ليس بسيط أصلا خطأ قاتل. خطأ قاتل. اوکی خیلی ما برای تشریح میتونم ما در منطقه سی در آمدیم در 30 zone در 30 zone ار بیت nach links ار چارا یا ار سرکی که در دست راست ما بیایه و او علامه نداشته باشه او rechts vor links است یعنی سمت راست ما اولیت داره و 30 zone در شروع علامه در شروع سرک اینی علامه بود اینی علامه 30 zone نشته بود 30 zone در یک آفرین این از امو خاطر اینجا مینا سیر میکنی تشکر بسیار زیاد wir möchten einmal parken bitte neben Anhänger anhalten rückwärts einparken پیش از اینکه استارت کنی آفرین پیش از اینکه استارت کنی باید اشاره بزنی اینی جملات را که پروفر میگنم اینی را باید کسایی که آلمانی یاد نداره باید که در فکر خود بگیره bitte neben dem Auto anhalten rückwärts einparken bitte nehmen Sie das Auto und parken Sie rückwärts ein اینی رو باید که چی کنن در یاد خود بگیرن که بفهمن که چی میگه پروفر اوجا رسایی کو آفرین خب عزیر جان اصلا رانندگی رو خوب یاد داره خوب تمرین هم کرده هر چیز یاد داره بیخی برای دوباره اثر کو بیخی برای اما امروز از خاطر کمره ما متوجه میشم که یک کمک نویز شده خب یک کمک نویز شده از خاطر کمره از او خاطر یک کمک استرس داره دگام پس برو خوب پس برو این حال میتونی اشترینگ بزنی اگر زود بزنی باز جا نداری نه بیشتر فکرت شد تو میخواستی کاغگیغن کنی جا نداشتی کل اطراف تسایی که تنها یک طرف سایی نکو در سر باچتین هم بالا نشو بیدر بالا شدی در سر باچتین بالا نشو بیا یک دفعه دگام انجام بتی برو باید در پولی موتر استاد کن در پولی موتر نه در پولی انهنگه ازش یک کمک فاصله بگی اینال یک دقیقه راست کو اشاره تا بزن آرام باش تنفس کو konzentrieren bist du bereit? Auf jeden Fall. Genau. Jetzt komm, guck nach hinten. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig, genau. Du musst das ganz ruhig machen. Ja. Ja, genau. Nochmal nach hinten schauen. Genau. So. Du musst sehr viel so nach hinten schauen, aber siehst du kannst doch. و هر دفعه که عزیر جان پارک میکرد پارکش درست بود و امروز از خاطر امروز بخواست خب ما فارشتونده رو امروز بسیار فرو گرفتیم بر تو امروز کار نداشتم گفتم برو یک خواه کنم deswegen eine Parking آسان‌ترین چیز bitte weiter آفرین Bitte eine Möglichkeit zum Umkehren finden. Ja, eine Möglichkeit zum Umkehren finden. یعنی یک راه یک امکان پیدا کنین که برگشت کنین پس بگردین Dankeschön. Bitte schön. یک دانه آفرین Bitte schön. Bitte hier kurz anhalten. اشاره تا باید دست راست بزنی. آینه تا نگاه کن. خب, wir machen jetzt eine Gefahrbremsung.
گفا برمزون اشاره تا روشن بند ما یک دفعه تشریح میتونم از خاطر کامرا تو خو یاد داری در پروفایل اینم تو میگه بیت halten Sie mal kurz an اشاره دست راست آرام استاد آدم میکنه میگه بیت machen Sie eine گفا برمزون چی رقم شروع آدم میکنه اینا ببینین که زایجان چی رقم میکنه اگر اشتباه کرد من میگم bist du bereit Ja. bitte schön sehr gut Innenspiegel Außenspiegel Blinker بزن شولتربلیک کو باز حرکت کو بدون شولتربلیک حرکت نکن سرعت تنار چند باید شود 30 25 تا 30 و در امتحان معطل آدم میشه تا که چی آدم بر آدم یک کماندو بده معلم آدم در پشت آدم نه اینال بیا jetzt sehr gut wenn Verkehrslage erlaubt bitte fahren Sie weiter Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker links, Blinker بزن واضح Blinker بزن شولتربلیک کردی باز بکو خیره این حالا میری اینی رقم گفا برمزون میشن بریک اضطراری bitte nach rechts او طرف چی گپ است؟ او انتظار میکنه دست چپ rechts vor links rechts vor links و دست راست ما باید انتظار کنیم bitte am Ende nach links Innenspiegel, Außenspiegel Innenspiegel, Außenspiegel یگان کس میگه که باز بر ما با فارسیان بگو که چی مانا میده Innenspiegel, Außenspiegel یعنی آینه داخلی و آینه خارجی رو باید آدم پیش از اینکه اشاره بده نگاه کنه آفرین Scheiben mich anmachen. Also اونجا. آفرین. باز گلش کردیم. با ترک ما گفا برمزون کردیم هوایی که در سر موتر بود نه چی شد کلش پایان آمد. در روز امتحانم باید آدم که با دل خود یک دفعه در گفا برمزون بریک نکنه معطل کنه که معلم بر آدم بگویه معلم آدم میگه یت یا پیش از پیش هرچی که تمرین کرده کت آدم یا میگه برمزه هرچی که تمرین کرده باشه اون امور در روز امتحانم میگه و آدم انجام میده پروفر کت آدم گپ نمیزنه در گفا برمزون کسی که امتحان میگیره او گپ نمیزنه تنها اون معلم آدم کت آدم گپ میزنه Richtung Autobahn. Okay. Richtung Autobahn. Die Richtung Autobahn? Ja. آفرین. اگه وقتر اشاره میزدی من خوش میشدم. اشاره تا نواز زدی. اینی چیام کلماتم باید یاد بگیره کسایی که آلمانی نمیفهمه Richtung Autobahn یعنی به سمت اتوبان برو. به سمت اتوبان. و باید که اون بشناسه لوحه را که سمت اتوبان کدام طرف است. Bitte nach links, nächste Straße nach links. اونجوری بزن اشاره تامیاله تال میتیتا اشاره زدن. شوف سامية هون هو يقول bitte nach links أنت أتيت على الاتجاه معاكس. نعم. اول خدا بیا استop پس عقب برو. پس عقب برو ما برات بگویم که چی رقم پروفر خوش داره که تو اینجا بیایی. تو که دور زدی بیا همه تو بیا پشت بیا جور که خدا اول خدا در پشت از این موتر انتو قرار بده خب برو پیش ناله در پشتش این همه تو قرار بده بس
بزن آینا را ببی، اشاره بزن دست چپ، شلتبلی کو باز از پولیش رد شو. راستن خودتو نبیار که تو از اینجا از پولیش تیر شوی. ایره خوانه کسایی که تجربه داره همون کارا میکنه دیگه. اما او یعنی تو میخوای ازت. پس اشاره بزن شلتبلی کو بیایی طرف. دو اول در پشت از موتر خود قرار میتی، آینه های تسل میکنی، اشاره میزنی، شلتبلیک میکنی، باز میری. یک کمک کوشش کو که وقتی که من میگم نکس نغشت نکس نخلینکس زودتر اشاره بزنی. بیت نغشت. اینن شپیگل اوسن شپیگل. یام یادت نره. Ja. Nach links hast du gesagt oder rechts? Nee, rechts. Hier ist auch rechts vor links. Er wartet auf dich. Nicht so oft dahin gucken. Er hat Vorfahrt. اینی طرف اولیت داره. او طرف دیگه اولیت نداره. او چپ ما بود. دست چپ معطل ماست. دست راست ما اولیت داره. rechts vor links. چی غلطی کردی؟ rechts vor links. پس برو. پس برو. در پلی از زمین الکاوی برو اول. برو در پلی الکاوی. همه تک آمدی. که ما برات بگویم که چی باید میکردی تو. تو باید چی میکردی. بیا. ما اینا در پلی از الکاوی زرد قرار داریم. اینجا که رسیدی برو پیش. اینجا که رسیدی اشاره ایت نتی خیره. شلتا بلیکو خدا بیار طرف دست راست. موتر تا راست کو برو ادامه بده. آرام آرام. اما خوب سعی سرت دور بده طرف سعی کو. اینا تو باز سعی کو. او طرف سن من نه. او طرف سعی کو بیادر. ما سن تو سعی میکنم. تو میکنی کار انجام میدی یا نه. سرک سعی کو. اینی رو باید که انجام بدی. و بر از او یک ذره مبالغه کرده اونجا را سیر کو. تو از زیر چشم نه. با مبالغه. باز شلتا بلی کو ادامه بده. برو دیگه 50 بیاده. آرام آرام نرو دیگه. حالا ترست نه ترس دیگه. نه تو دیگه بخواب داره بیخی زده فامیل ترسانده. So, jetzt fahren wir bitte nach links. Genau wie der weißes Auto. Ja. Der war schon richtig, der hat sich so ein bisschen mittig eingeordnet. Die Saibut که در وسط او آمد. نیست دو طرف و دست دیگه طرف میره. اگر دست راست داخل میشه دو اولویت داشت. اگر مستقیم میرفت اولویت داشت. از خاطر که ما چپ دوره میزنیم نه؟ از ماسک صدا میده. Bitte nach rechts. شلتا بلیک کردی؟ آفرین. گل کنیم گمش که غیر گل روشن میشه موتر خوشم نمیاد. سرعت اینجا چند باید باشه؟ آفرین. ما باید اینجا 50 بریم. به خاطر که ما در داخل شهر هستیم و بر ما یک راهی داده نشده، از او خاطر ما 50 میریم. در مابین آلمان اینمی قانونش است در اروپا که در داخل شهر اگه باشیم ما
سرعت ما باید 50 باشه اگر کدام لوحه دیگه نباشه و باید ما بشناسیم که چی وقت از شار داخل میشیم که سرعت بگیریم و از شار که خارج میشیم سرعت میگیریم و سرعت باید 100 شود اگر کدام لوحه یا علامه وجود نداشت. این حاله ما شما را متوجه میسازم که چی رقم ما بدانیم که از شار بیرون میشیم. در اینجا در دست چپ ما یک لوحه میآید، این لوحه زرد و از اونجا از دور دیده میشه که در سرش خط سرخ است، بیت نخلینگس. از اینجا این از شار ما میبریم اینجا. خودتم دیدی حضیر جان؟ اینه میره که دیدیم دیگه یعنی سرعت میگیریم. میتونیم ما 100 بریم اگر کدام چیز دیگه دیده نشه. در پلیس است؟ اینجا بر ما نشته شد. سرعت چند نشته بود؟ 70 نشته بود؟ اینجا 60 نشته بود. 60 نشته بود؟ لوحه را بگی بیادر اینجا غاطن نکن که در روز امتحانی غاطن کنی خود ناکام میمانیم. بیادر به کارا نکن. اینجا 50. بیتن غش اینما تو مثل از این موتر وار غش میریم. در روز امتحان پروفارتو میکنه که یک رای را خوش کنه که در او هر چیز باشه. غش فولینگس یعنی دغیسی که سونه باشه که غش فولینگس باشه. یگان دفعه کوشش میکنه که در مابین غش فولینگس یگان جای دخول ممنوع می باشه. فبوت دوش فت او تو یک جای هم میره. یا در وادگه ای که در اوجا مثلا چام باشه، ستاپ هم باشه، ستاپ شیلد باشه که تو صحیح در پیش خط استاد کنی برای 3 ثانیه او را تیر میکنه از تو یک جای هم و لانشتراسه و اوتوبان هم اگر امکان داشته باشه میره. Bitte eine Möglichkeit zum Umkehren finden. یک دفعه بریک نزن. آفرین. 2 دفعه ما umkehren کردیم حالا. 2 دفعه umkehren میکنیم نه؟ بیشتر هم umkehren کردیم حالا. این umkehren قسم است که stop این اشتباهی کارت. در دست راست باید که به عقب داخل شی. بیای پیش برو، راست کو موتر راست کو، اشترنگ راست کو، موتر راست کو، اشاره دست راست استاپ میکنی بازنال در اینجا مدرایی بلی ورس. در umkehren به سمت راست باید ما یک جایی را پیدا کنیم که جدول خفیف داشته باشه یا گراج باشه یا یک داخل یک چی شوا مثلا پارک پلاتس این تو مثل حال واره و به عقب در اوجا در دست راست مدراییم و پیشروی تنها در دست چپ مدراییم به umkehren یعنی برگشت دیره میگن برگشت که بفهمید بیادر. موتر میه و این تمرینات سرما زیادتر وقت در دقیقی که سون انجام میدن. Gefahrbremsung, umkehren, rückwärts um die Ecke, parken. این امی تمرینات ها. این به آلمانی Grundfahraufgabe میگن. Bitte nach rechts.
آفرین. شلت بلیکا خوبش است والا. آفرین. که در اینجا استاپ کردی؟ اینجا الان 3 ثانیه. اگر موترم نباشه در پیش خط توقف باید که 3 ثانیه استارت شویم و درست میبینیم کس نبود ادامه میدیم. ما باز در اون قسمتی که ممکن کردیم داخل شهر شدیم، پس که اومدیم از شهر دوباره خارج شدیم. علامه خروجی شهر ازت که خط سرخ در سرش بود. 2 چیره سر به سر نشته میکنن، نام شهر سر به سر و در زیرش در شهر زیر یه خط سرخ میزنن که یعنی معنیش چیز که از شهر ما برآمدیم و همیشه او علامه در سمت چپ ما میباشه. هر دو دسته در سرش ترنگ بگی لطفا. آفرین. auch در وقت همچنان در وقت انتظارم که در اشاره انتظار میکنی هر دو دسته علامت در سر چی باید باشه. این علامت چی بانا؟ دایره سفید که خطاست. از 50 کده تیز بریم. آفرین. یعنی 100 بری. نه. نه 100 میری. 100 اجازه است. در این لوحه معنیش است که 100 وقتی میری که در لانشتراسه باشی یا کرافانشتراسه که گیگن فکر داشته باشی. یعنی که سرک اگر دو طرفه باشه توی علامه را دیدی از 100 اضافه اجازه نداری که بری. تا 100 میری. 85 برو. 85 90 برو که متوجه شوه که تو این علامه را میشناسی. Jetzt fahren wir Richtung Düsseldorf. Richtung Düsseldorf? ببین که Düsseldorf کدام طرف است. 52. 52. متوجه باش که اینجا چند نشته شد؟ 70. آفرین. به اشاره تعمیال بزن. اوکی. آفرین. شو تبریک کردی؟ یا. اشاره زدن تو است که برای خود ما اشاره نمیزنیم. اشاره باید برای دیگرها زده شود که دیگرها بفهمه که ما چی میخوایم کنیم. از او خاطر هر چقدر زود و هر چقدر وقت اشاره بزنیم اما که خوب است. مردم دیگه یک ذره وقت کار دارن تا که متوجه شوند که ما چی میخوایم، کدام طرف میخوایم بریم. اینجا لاین است که تبدیل کنی، این از شروع تبدیل کن. آفرین. دیده یاد ما باشه. در پالیت نگاه کن، یک موتر می ادامه بده. او تبدیل کرده بود. من گفتم خیلی در پالیت است. و اشترنگ هم یک دفعه تو کش نکو، بسیار آرام. اشاره تا خاموش کن. او طرف تبدیل کرد، اما دمی طرف دمی پالی ما روان بود، دمی لاین ما. باز اشاره اون طرف تو که در پالیت باشه تو اجازه داری که در این خط دیگه ادامه بدی. در این خطی که در پالی ما در سمت راست ما هست که را Seitenstreifen میگن، در این ما اجازه داریم ادامه بدیم. Bitte Richtung Mönchengladbach Ost. آفرین. آفرین. Richtung Mönchengladbach Ost. درست شد تبریکو. بیاد دست راست. این حالا باز لوحه را بخوان که منشنگلادباخ اوست کدام طرف است. بسیار مهم است که کسایی که آلمانی رو نمیفهمن نامای شهرها را در گرد و گرد ایام و منطقه امتحان خود بدانند. منشنگلادباخ اوست. آفرین. در شروع اگر تبدیل میکردی خوبتر بود. این رقم تبدیل کردن خوشایند نیست. در شروع تبدیل مایت میکردی. چیز که بود رفتار آدم که تیز باشه اجازه نیست که کم سلو کنم باز تبدیل کنم. خاطر اگر تیز بری خب پیش از او خدا آیسته کن. خدا پیش از او آیسته کن که در شروع تبدیل کنی. این حال یک نفر دیگه اگر تبدیل کنه در پالی تو بیایه
تو اوجا تبدیل کردن نمیتونی. این خوشایند نیست برای پروفر که تو یه پیش میری باز تبدیل میکنی. خب این کار انجام نده. چی گرفتی؟ پوینت منفی. پوینت این را باید تا آخر بری. اینی لاینه تا آخر میری. لاینه که این فیدلونگستreifen نامش است. اینی را تا آخر میری. اما لاینه که از میبرایی او لاینه از شروع میگیری. bitte Mönchengladbach Ost. متوجه سرعت باش. Mönchengladbach Ost. اینا یک دفعه ما باز میریم طرف Mönchengladbach Ost پسی جمعیم تو خوبتر انجام بده. در طرف Mönchengladbach Ost رفتنه. صحیح است؟ باز میریم در اتوبان. باز در اینمی جا من میگم که Richtung Mönchengladbach Ost. Fahr geradeaus. Diesmal geradeaus. اکوی ما خلاص میشه متاسفانه. geradeaus. یک دقیقه تقریبا است که چی روشن است کامرا، اما اکو رو به خلاصی تمام میشه متاسفانه. با خیره اما مقام بس میکنه. 60. Also سبز است. نپولی از چراغ یک علامه است. علامه فوفاتشتراسه. چرا علامه را در پولی چراغ میزنن؟ که از طرف اگر موتر دور میخوره نه دور نمیخوره نه. آفرین. از خاطر که آدم بفهمه که چراغ اگر خراب باشه بفهمه که تو است فوفات. امیال میگفتم آفرین. گپ منو گرفته. او تا وقتی که چراغ کار بده او علامه باطل است. علامه بی‌معناست. اما هر وقت که چراغ خراب شود بفهمی که چی کدام کار انجام بدی. یا علامه فوفات داری یا ای که فوفات نداری همیشه فرق میکنه. همیشه یک رقم نیست. مثلا بر ما اینجا ما در سرک اصلیستیم. اونایی که در چراغ استاد هستن در دست چپ بر از واد علامه شان استاپ زده. میبینی؟ از پشت سر دیده میشه که علامه استاپ زده شده. اگر خراب باشه خب میشه که چیز کنه بگویه که auch rechts vor links. اگر هیچ علامه وجود نداشته باشه اما فعلا ما در سرک اصلی استیمونه سایکو rechts vor links باز نمیشه. این علامه که سرعت آزاد شد. چند شد گفتی؟ آفرین. خب ما خلاص میکنیم چی را فارستونه را. همین ویدیو قسمت آخرش هم
میگیریم میخوایم از شما خدافزی کنیم. یگان اشتباهاتی بود که عزیر جان درس خود انجام داد که این میره متوجه باشه که بخیر در روز امتحان انجام نده و کامیاب شود انشاءالله. و او اشتباهاتش از یک جمله چی بود؟ شلتبلیک ما یکم ضعیف است و چیز چی میگه یگان دفعه فکرم از خاطر چیز نمیشه زمین تمپور چند میره و چند میره سرعت آفرین و دیگه چی بود؟ و دو دفعه غصفالینگس گنا دو دفعه غصفالینگس و در دور زدن بسیار یگان دفعه با سرعت دور میزنی که او درست نیست، باید با خوبی آرامی دور بزنی و سرعت از پیش زیاد میشه یگان دفعه و شلتبلیک یگان دفعه خوبش نمی باشه. یعنی چیزا را انشالله فکرت بگی به خیر خوبی که در روز امتحان ما کامیاب شویم انشالله. و بسیار زیاد تشکر. روز شب خوش برتان میخواهیم. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله.